درود دوستان. ولتاژ های سویچینگ و خطی، اگر ما یک ورودی رو بدیم به یک رگولاتور خطی، این رگولاتور میاد یک ولتاژ برامون تولید میکنه که این ولتاژ صاف هست و خطی یا LDO. اگر این ورودی رو ما بدیم به تغذیه اصلی دستگاهمون، تغذیه اصلی میاد و چند لاین LDO، ولتاژ LDO برامون میسازه که باز صاف هستن و خطی. تغذیه ولتاژ های دیگری هم میسازه که پایداری بهتری دارند، اتلاف کمتری دارند و به اسم سویچینگ از نوع باک یا کاهنده هستند و روی این سلف های کنار تغذیه سویچ میکنن. اگر این ورودی رو ما بدیم به آیسی لایت، میاد و یک خروجی بزرگتر بهمون میده که ولتاژ سویچینگ هست، باز این بار از نوع بوست که توی A12 اینجا قرار داره. توی برد موبایل آیسی های دیگری هم هستن که این ولتاژ ها رو تولید میکنن و شما اونا رو برامون کامنت کنیم. ولتاژ های صاف و خطی بدون نویز هستن، اتلاف بسیار بالا دارن و چیزی که تولیدشون میکنه ایجاد گرمای بالا میکنه. باک هامون بیشتر توسط سی پی یو مصرف میشن. برای تست تغذیه علاوه بر این باک ها باید این ولتاژ ها رو که LDO هستن هم چک کنیم. اینم یادتون نره برامون کامنت کنیم.